دانشمندان ژاپنی موفق به شناسایی پروتئینی به نام AP2Y شدند که نقش مهمی در فرایند پیری سلول‌ها دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که با کاهش این پروتئین در سلول‌های پیر، آنها دوباره ویژگی‌های جوانی خود را باز می‌یابند. برعکس، وقتی مقدار این پروتئین در سلول‌های جوان افزایش یابد، روند پیری سرعت می‌گیرد. این یافته نشان می‌دهد که AP2Y مانند یک کلید تنظیم کننده برای پیری سلولی عمل می‌کند. این کشف می‌تواند تحولی بزرگ در علم پزشکی ایجاد کند و در آینده به درمان بیماری‌هایی مثل آلزایمر، پارکینسون و مشکلات قلبی مرتبط با پیری کمک کند.